رئیست پرستاوهای دادگاه ولایت کالوگا روز 18 اپریل سال 2024 خبر داد که از این ولایت باز 11 شهروند کشورهای اسنگ از جمله 5 زاده ازبکستان، 4 شهروند تاجیکستان و 1 نفری از ارمنستان و قرقیزستان را اخراج کردند. گفته می شود اخیراً به پرستاوهای کالوگا 11 قرار دادگاه درباره از این ولایت و از روسیه بیرون کردن شهروندان خارجی که قانون‌های مهاجرت را ویران کردند رسید. این خارجیان را تا زمان تهیه سندهای اخراجشان در بازداشتگاه مخصوص نگاه داشته بودند. پرستاو اخیراً 11 مهاجر غیر قانونی را تا خط مرز در فرودگاه شهر مسکو پایتخت روسیه بردند. از آنجا آنها به وطن خودشان پرواز کردند. گفته می شود در اطلاعیه ریاست پرستاوهای ولایت کالوگا همه 11 مهاجر اخراج شده تا 5 سال آینده از حق ورود به روسیه محروم گردیدند. در روسیه گوبرناتورها را پرزیدنت تعیین میکند. متاسفانه سالهای آخر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چندین ولایت از جمله در کالوگا، تولا و کالینینگراد و همین طور در منصب‌های بلند حکومت از جمله در روبروی کمیته تفتیشات روسیه شخصان موقعشان آشکارا ضد مهاجران را گوبرناتور و یا وزیر و یا رهبر اداره تعیین کرده است. سال 2020 پوتین ولادیسلاو شپاش را که با موقع و سیاست آشکارا ضد مهاجرانش نام برآورده است والی کالوگا تعیین کرد. در دوره رهبری شپاش کالوگا قریب هر هفته با خبرهای مربوط به موجهای نو به نو تعقیب و اخراج مهاجران در سرخط خبرها قرار میگیرد. اینک چند سال باز در ولایت کالوگا مهاجران را حتی برای قانون شکنی‌های خرد و ریزه دستگیر و اخراج میکنند. فشارها به مهاجران، رید و بازداشت‌ها و حالت‌های اخراج آنها از روسیه در پی حمله خونین روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو که دست کم 145 کشته به جا گذاشت بالا رفته است. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. با گمان دست داشتن در حمله 18 نفر دستگیر شدند که 16 نفرش زادگان تاجیکستانند. همه 4 متهم اساسی که مقامات روسیه آنها را عاملان حمله خونین روز 22 مارس میشمارند نیز از تاجیکستانند.